من گله داره. سروا سرورا سرور داره، اگر از دلبر خبر نداره. های و میره داغ تو را نبینه نبینه. های و میره داغ تو را نبینه نبینه. سیدم از سروری فرما توانی، اگر از دلبر منو نداری. های و میره داغ تو را نبینه نبینه. گیلگو وقتی من اینجا آدم میام. خب من کی گفتم نی؟ وقتی بیاره و شل نشه چیز وقتی تو میکرگه بکه منه که برارمه آخریتم کمیشه که یک دقیقه بکه دو تا سه تا از ایدم مکندم تو می یکه نیم کاله یعنی ها؟ وقتی تو دیونه ای به خیلی خوشی بابا خوارم ریکم خوب پول بدید خوب گاز هم بستنو روغن هم بستنو زغال هم بستنو خوب که تو یک دفعه خوار خود صدا کو که بیای چری؟ تو یک دفعه صدا کو که بیای خوب که ایش کشم یک دفعه پول به در پیشم پیدا نمیشه میگه چه کار کو فلان میه سلام بابا جان. چه کار با چی بسی؟ چی بسی از چیزی؟ چی کردم دیگه نه پول بدم دست که برم سودا اینا رو برم بستانم دیگه. میگم هم خود تو خبرت که هم یک ریبه پولم به در پیش میشه بزنم مثلا یک ریبه پولم به در پیش پیدا نمیشه. من چیکار کنم بابا دیگه؟ زنگ زد بگیلا. نه کپسول گاز دار، نه روغنی بخونه، نه چای، نه دشنمی، هیچ مرگی نیه بخونه. خب من چیکار کنم؟ من زنگ زد بگیلا. چه بگیلا زنگ زنم؟ زنگ زد که بیا امین رو برای بگو که بستونه دیگه. اینه. کو دستکتی خود خبر ده که خودم زغال میسونم هم روغن میسونم چه؟ یعنی بگیلا زنگ زنم. اوه بگیلا زنگ زنم من ندارم هیچ یک پول در پیش پیدا نمیشه. اون نمزاد ما من هنوز عروسی نکردم اشته خرجم است. من به خونه برا خورفتم همین دختر برا من بود نمزاد خود زنگ زد 4 کیلو گوشت رو پند آوردم برای هرستی حالا گفتم زنگ زد بزود دیگه خوبه خب میبینی شب زمستون هیچ مرگی ما نداره دیگه زنگ زد که گناه نداره نه چی گناه داره بعد مثلا دو ماه چیزی بسن گناه داره خب شب جمع فرق همینه که شب جمع کم تر بیاره خود خوب کیجی خون نمیدی؟ ما صدق بیرون نکنیم خب؟ من چی نمیدی تو؟ این کار میکنیم که بیکاری بله سلام بله سلام گیله خوبی سلامتی؟ السلام اشتنی کنجره خوبه چی عجب میگم گیله چی کو خب یک کار کو 1-2 پولی وردا یعنی بیا به سلامو بیا زودی خب کار دارم چشم خوبه چشم میه به سلامو کجا پیاتو نیم بیرون رفتم باشم با کجایم نیم بخونه نوکرتو میگه تو چیه سر حدی دیده مال میام خب بیایم خب بیایم مال بیایم خب 1-2 پولی هم داریم خب چشم چی عجب که یاد من کردی خب دیگه میشه کو امروز میشه جمع کنیه خب خیلی نباشه شما بیایم خب شاید کار داشته باشم شما بیایم خوبه باشه خداحافظ عباس بله کورتیمه چی کردی؟ من چه کار؟ من یک چرخ تا به سرا خسور خوب برم نمای بیا بده من کار دارم من گفت نزبات من گو بیایم نمای بری بابا کار داریم بچه چی برگم فاجعه مایی بگو بیا بیا گیلک بیا که شل شهید شدم بیا همین 4 تا دیگه مونم اینا رو تاشون خلاص کنیم میگم نره بگو خب کورتیمه چی کردی؟ من میگم نرو اونه بکه میکرگار بکه تو ها؟ بیا که انشون شدم اینا خلاص کنیم تو بکه میکرگم من میام بکه ای تاک من دست بسیدم من کار هرچی مستی بگو
سعی که تو آنی برف برف ما نکد برف ما امیر خلاص کنم غرای کده میرن به دم میدون طرف بخونه ایت اگر ما هم دیگه دست به کار زدم هرچی مستی بگم چرا نه خجالت کشه یعنی بابا چی؟ چی کاره؟ عروسی نکردیم یعنی میگم که مسئله نیه بابا یلا کوچه جمع کمتر بیاره خود خوب که میای حلقه میفهم بابا من نمیفهم بخور درس رو بخور خونه کی مر خوش کردیش تو خونه اخیه خب زغال نداشتیم کرسی رو داریم زغال هم نداریم بیایی بفرمایید خوش آمدید سلام علیکم اشتنی گیله اشتری اشتنی بس یه خوب جوره خیلی خدا جان اشتنی زبده خود شما خوبه جنجال اول خوب خیراته اشتنی اشتنی خوب خیراته کشی جان اشتنی سیاری مخیری جنجوره شکر سلامت باشین اشتنی گیلک جان شکر فصل یاری خوبی زنده باشی ای چی عجب چی عجب زنده باشی میایین دیگه گاهی وقتی میایین دیگه کجی جان بله بخیر چنک چایم با کوکا خورده گا ترمزه ساز باشه ساز اشتنی دیگه گیله فضل خدا یاری دیگه ها چی عجب که یاد ما غریبار کردی درسته دیگه میایین خدا با اجازه شما باشه که من چرخیرم به کوچه کار دارم خب خوبه خوب برم بزنم خدا حافظ شما خداحافظ اشتنی دیگه خوب جنجالت یا راستی خوب اشته شد یاد مار کردی به آخه نمیفتی که پیار منیم نبودم دیگه بیام حالا بودم من بیش از با شما آمدم چی سرخو میخورونه بله. باز چه کلش ماییت شده ما چون چیه به تا سر من راه میره گاهی وقتی خب دوا بزنین سرخوش ها؟ خب دوا بزنین هر دم آدم میخورونن سرخو خب دوا بزنین ما چون چیه راه میره تا صبح خول نمیشم میگم خب چیزی که گفتم بیا آوردی چی؟ پول پول؟ نگفتم تو سال پولی هم بیاره برای چی مستی پول؟ خب دیگه کار داشتم البته نه من شما نفهم گفتیم میارم نفهمیدم من برای چی می پول؟ کار داشتم خب خب دیگه بگو هنه هر میرن دستی میارم خب با بیاریم بابا شما میگم با بعد خب سرگردن اگه چیز میزی می پول می که مایی کم زغال هم بستانه ها روغن هم بستانه روغن نداریم یعنی چیز چاودش نمینم بستانه یعنی مینا دیگه از این بابت متاسفانه خب چره حقیقت رستی بگم همه دیشب 160 روپیه داشتم بفهمیدیم اونها را مدر میستوندم از من همون شوایی که میام بخونه شما همون 300 و نیم ساعتی که من خرج میکنم با خدا پیار من 100 دورنگای وقت میدم خب که اینا گناه بخورم اینا هر دم میری به زینا به شما نمیگه با مدل پیار شما میگه مدت پیار ما قناقا بخورم پیار بخون میفهم آدم کلون دیگه چیز شدن یعنی نمیاره نه 3000 که اصلا اگه داشته باشم جمع میکنم پیشکش دور میدن دیگه خب 2000 بیاره نمیشه ندارم خب چیکار ایت میکنی؟ خواهش ها نکو از من شب زمستون هیچی نداره نمیشه بگی ایت خواهش ها نکو حالا میریم شما خب. خب بشینین چند دقیقه چای نخورین چای بخورین برین کجا میری چای بخور چای میارم یار نمیشه اگه بس کم هر پیاله از ریپ بالی من مصرف میشه نمیشه ای بابا نه پولم مادر نه خبر شه پیار من پوست من میکنم خوبه من 3000 ایت گپا دیگه نسی دیگه خب چیکار کنم مده گاله نه از این کلا با شما نمادی نمیشه من پیار ما بفهم 3000 میگه جمع کو خواب تور بخورم به 2300 مدل پیار تور دل میده اگه بفهم 3000 میگه به جمع کو بالا پیشکش خوب بده یعنی نمیدین دیگه من چای هم نخوردیم خیلی دیگه نه ما بد بکنم من غلط بکنم که چای ما بخورم برو لکه کن خب هیچی نگفتم بری لکه کن خب تو هم به درد ما نخوردی چای چه کار شد دختر؟ بیایی
چیکار کردی؟ هیچی بابا گفت 1 روپیه ندارم من. خب همی تو گو. بابا خدا گفت 1 روپیه ندارم 200 300 یان که من چی میکنه شوا جمعه که میارم چیز میستونم میارم او هم خدا به 100 زور زری هم مادر خودم میستونم. من نمیدم پول میگه 160 روپیه میشم چند پول داشتم او صبح دادم به مادر خدا دادم. اشت سختی بوده. خدا میگه کیسام روپیه پیدا نمیشه نمیدم هانی. شما 200,000 میشم چی ندارم دست خونه ماستیم بدیم که برم بیارم وا. اشت کنی نگاه. هانی ماستیم ای خدا بابا. پس باشم میگم برو ازمی بازار کسمه سرگرزه پرده بکنم یا قلم زغال و دیگه بریم بابا بستونی هم که هیچی شد دیگه. چکار کنیم که هیچی شد. گوشنه گدا لکه یعنی واقعا سختی بوده. ما گفتیم برای شما میشته گوشنی پیدا کردین. ما کف دست رو بدیش یعنی چه چیزی بوده. دیگه هم خوش شما میده خوشتمات باشیم خب. عباس خب من کار میکنی انا چیه؟ با ویلا دلبند بندکتی خدا دلبند تو بند از گیلک چرا؟ عباس بیا من دنبال سر تو خواه بیدی میفهمی برفتم؟ نه سی گب نه چند دقیقه بستک تو گوش که چی میگم؟ دلبند بندکتی من بغل گوش بم میفهمی برفتم خونه خسر ما چی مزباد ما چی میگه؟ چی میگه؟ پیاره مثل که بزو یاد داده بیدکه گله همه کفسول ما گاز نداره روغن نداریم زغال نداریم اگه پول داری 100,000 برو اینا رو بخه خب تو مثل 60 روپیه داشت مادر از من بستون از من خب به تو نگفتم نرو چی میفهمیدم آخه براره من الان جگا بیفته اسم خورم بعد که دیانال میگه سکا دوماد با مغ امیت آدم یا یک کپسول ما گاز نکرد نمیفتیم اینا کار میکردیم گیلک اگه تو نمیفهمی من میفهمم او آدم کلاورداریه کی؟ ایتنیه تو دمه که عروسی نکنی اب پیش تو میچلفن هر چیزی آلی میفهمی بیزی گب دیگه نمیرم بسه گفته باشه به دوماد خود زنگ زنم که بیا کپسول من گاز کنه کپسول یک نه زغال بخر روغن بخر گفته نه بابا ما 100,000 پول داشته باشم میدم مال پیشکش کو بیلا که آدم کلاورداریه او میتونه مادام از کلما ما میکنه ای تو دم عروسی نکنه میتونه بغلاتو میچلف فانه به تو هرچی میگم نرو نه دیگه نمیرم من برف مادر خواهم میکنم خلاص کنیم بگی بگی